گاهی فکر کرده ایم که اگر انسان هر چی داشته باشد، از مال و مقام و قدرت و مکنت و دولت و ریاست و علم و حسن و زیبایی و کمال و جمال، اما اخلاق نداشته باشد، چی خواهد شد؟ آن زمان است که علمش خطر، ثروتش بلا و قدرتش وسیله ظلم قرار خواهد گرفت. اما اگر اخلاق باشد، حتی انسان فقیر هم عزیز و بزرگ می‌گردد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: این من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامة احاسنکم اخلاقا. نزدیکترین شما به من در روز قیامت از روی مجلس و همنشینی خوش اخلاقترین شماست. ببینید در این حدیث یک نکته است که توجه همه را جلب می کند. در روز قیامت نزدیکترین فرد به رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کسی است؟ کسی که نماز زیاد می خواند، کسی که روزه زیاد می گیرد، کسی که نماز تهجد و قیام طولانی می کند. شکی درش نیست هر عبادتی که توأم با اخلاص و صداقت باشد، ثواب در آن مرتب است. مگر امتیاز ویژه همنشینی با رسول الله صلی الله علیه و سلم از آدرس اخلاق است که میسر می گردد. اخلاق زینت زندگی است. آدم خوش اخلاق گرچند پول و مقام و متاع دنیوی ندارد، اما چون اخلاق دارد، اخلاق نیکوی او تمام سرمایه است. کسی محضر پیامبر علیه السلام آمد و گفت که فلان زن یک زن خیلی عابده هست، روزه و نماز و فرائض و نوافلش قضا نمیشه، اما بدزبان هست و اخلاق نیکو ندارد. پیامبر علیه السلام فرمود: عبادت همچین اشخاص جای را نمیگیرد. تاریخ اسلام گواه است مسلمانان با اخلاق خود قلوب را فتح کردن، نه تنها با شمشیر. بزرگترین و بهترین فتوحاتی که مسلمانان آن را در صدر اسلام به دست آوردند، از همین اخلاق نیکوی آنها بوده. بله، آنها شخصیت هایی بودند که در بازارها با صداقتشان، در سفرها با امانتشان، در خانه ها با مهربانی و لطافتشان و در حکومت با عدالتشان دلها و قلوب مردم را فتح می کردند.